میدونی یکی از پرچالش‌ترین و پرتکرارترین سوالاتی که پدر و مادر میپرسن چیه؟ معمولاً یکی از سوالات پرتکرار و پرچالشی که پدر و مادرها توی تربیت فرزند دارن باش دست و پنجه نرم میکنن اینه. توی مشاوره معمولاً بچه بیرون قرار میگیره، پدر و مادر میان تو شروع میکنن صحبت کردن. پدر میگه والا ما هم این سنا رو گذروندیم، منم نوجوان بودم، منم سن بلوغ رو گذروندم. مادر میاد میگه که داداش کوچیکه من که دایی همین بچه هست این سنا رو گذرون، ولی اینطوری نبود، یه همچین شرایطی رو نداشت، نمیدونم این بچه به کی رفته. بعد ازشون سوال میپرسن، میگم به نظر شما علتش چیه؟ پدر میگه که قطعا این بچه به داییاش رفت. از مادر میپرسن، میگه نه خیر، قطعا این بچه به عمه‌هاش رفته. اما باید بگم موضوع اینه که این نه به داییاش رفته نه به عمه‌هاش رفته. مشکلی که هست اینه که به خاطر اختلاف زیاد نسل‌ها. نسلی که ما الان داریم باهاش کار میکنیم نسلیه که فضای مجازی دیده، نسلیه که فیلتر شکن دیده، نسلیه که با یک دکمه زدن میتونه تو گوشی به هر جای دنیا متصل بشه، هر فیلمی رو با هر محتوایی ببینه. به پدر میگم آیا شما راحتی انقدر دسترسی اینترنتیتون زیاد بود یا نه؟ میگه که خب نه، ما همچین شرایطی رو نداشتیم.